خوشبختی است امروز. جشن 30 سالگی استقلالیت. الکی 30 سال سپری شده است. 30 سال سازندگی و آبادکاری ها. من سرفرازم که امروز در چنین روز تاریخی از جانب پیشوای معظم ملت، اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان، کتاب تاجیکانی علامه باباجان غفورов را در قطار مردم کشور ما تحفه گرفتم. سلام معلم عزیز. سلام عزیزانم. جشن استقلال مبارک معلمه. با شمایان هم مبارک باشد. رحمت. عزیزانم، استقلالیت دستاورد بزرگ ملت ما است و آن به آسانی به دست نآمده است. شمایان فرزندان خوشبختی دوران استقلالیت هستید. بله، ما خوشبختیم که در فضای صلح و آسایشته به کمال رسیدیم. خوشبختانه امروز ما صاحب معلومات و کسب و کار هستیم. همه این دستاوردها به شرافت استقلالیت است. آره، شکرانه کنیم که چنین یک وطن آباد و زیبا داریم. افتخار کنیم که دولت صاحب استقلال داریم. افتخار کنیم که چنین یک پیشوای دلسوز و غمخوار داریم. ملک آباد است استقلال ما، نخل شمشاد است استقلال ما. 100 قفس بشکست و در پرواز شد، مرغ آزاد است استقلال ما. صاحب استقلال کشور ما همه دادی تویم. زاده آزادی تو، روح آزادی تویم. همدمان لحظه های شاد و ناشادی تویم. در ره پرواز فردا بال ارشادی تویم. همایون با استقلال تاجیک، دل از فخر مال تاجیک. پیامی سبز آرد کفتر عشق به گوش ملت خوشفار تاجیک. در کنارش ناز و جولان میکنم، خدمتش را از دل و جان میکنم. سرمه خاکش را به چشمان میکنم، جان فدای تاجیکستان میکنم. نور است به دیدگانی ما استقلال، زور وطن و روانی ما استقلال. یک ملتی پاش خورده را جمع آورد، پیوندگری جهانی ما استقلال. تاجیکستان وطنم، جان وطنم، با تو شهد است سخن در دهنم. بحر آبادی تو همچو فرهاد دل کوه کنم. نگاری سبز استقلال تاجیک، ثمر آورده بر اقبال تاجیک. صدا آید ز هفت پشتین آگاه، مبارک باد استقلال تاجیک. ز استقلال بوده است سربلندی، ز استقلال بوده است ارجمندی. به فرق قله های آسمانی پرافشان است
لیوای سربلندی. این محبت، این سعادت زنده باد. صبح استقلال ملت زنده باد. غفورов معرفی تاریخ بای و رنگینی خلق تاجیک است. محترم پیشوای ملت در پیام خویش به حکومت مملکت سفارش دادند با مقصد آموزش عمیق تاریخ پر افتخار خلق تاجیک شاه اثر علامه باباجان غفورov کتاب تاجیکان از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولتی به هر یک خاندان تقدیم می‌گردد. از نزد منبر ادامه خدمتیان دولتی می‌گذرند که سهم آنها در تطبیق سیاست دولت و حکومت، راه اندازی نمودن هدف و استراتژی و برنامه‌های دولتی، ترغیب و تشویق عالی‌ترین ارزش‌های ملی، تحکیم پایه‌های دولتداری و حفظ دستاوردهای دوران استقلالیت بسا نظررس است. ساحه فرهنگ، حفظ عنعنه‌های بهترین صنعت تاجیک و بلند برداشتن نقش صنعت کسبی در حیات فرهنگی کشور یکی از ثمره‌های مهم زمان صاحب استقلالی کشور است که تحت راهبری پیشوای معظم ملت عملی گردیده و فرهنگ چون هستی ملت تام و توان تازه بخشیده است. تاجیکستان حسن پیروزی است استقلال تو، حاصل ارمان رسد از شاخه اعمال تو، در مسیر رود وحدت ریشه عمرت دراز، جاویدان باد فروزان اختر اقبال تو. اهل هنر تئاتر دولتی درام موسیقی به نام تحفه فاضل و شهر کانی بادام امسال در آزمون تئاترهای کسبی پرستو 2021 غالبیت به دست آورده سزاوار شاه جایزه آزمون گردیدند که یکی از دستاوردهای ساحه فرهنگی شهر کانی بادام است. نورسان و جوانان صاحب استعداد و سرایندگان با لیاقت شهرمان در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من غالبیت به دست آورده تحت استادی و هم‌آوازی استاد هنر شهرت جان کریمزاده به غالبیت ها مشرف گردیدم. این دستاوردهای نظررس فرهنگی شهر کانی بادام باعث روح بلندی و معرفگر صنعت و فرهنگ تاجیک در مقیاس عالمیان است. همایون باد استقلال تاجیک، دلی از فخر مالامال تاجیک، به سر آید دویدن ای عزیزان به پابوسی استقلال تاجیک. به نزد منبر ادامه کارمندان و فعالان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر کانی بادام نزدیک می شوند. سهم حزبیان شهر در تطبیق غایه های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان چون حزب راهنما و پیشبر تحت راهبری رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان و نفع خلق و جامعه شرفمندانه کار و فعالیت
تاجیکستان. بیدانم که مهرت بدیل جا گرفته چو شیر از تنی مادرم. این لحظه ها به نزد منبری دانه کارمندان ساحه اقتصادیات شهر از جمله کارمندان ریاست مالیه، بانک ها، ریاست اگنتی سهولت اجتماعی اهالی و نفقه، ریاست آمار، سهولت دولتی، مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستان در شعبه اگنتی شغل اهالی و مهاجرت، جمعیت مطلوبات شهر، بازار رعنا و وحدت، مرکز تعلیمی کلانسالان، مرکز خدمت رسانی اجتماعی نزدیک شده ایستادند. طول سالهای صاحب استقلالی ساحه مالیات کشور همچون ستونی با اعتماد دولت جهت کاملی گردانیدن استقلال دولتی در تنظیم و غنی گردانیدن بودجه دولتی پیشرفت‌های نظررس صاحب گردیدند. در نتیجه به کار انداختن ذخیره‌های اقتصادی و مهنتی کشورمان اقتصادات جمهوری و نتیجه‌های نظررس نائل گردید. هرچند کار در این سمت مشکل بود اما متخصصان ساحه توانستند دوره بحرانی را پس سر کرده اقتصادیات را رشد بخشند. برایت ای وطن جانم فدا باد، دلم گهواره صدق و صفا باد، بروبم جاده مهرت به مژگان، هر امرت بهر من امر خدا باد. بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک همچون بانک دولتی فعالیت خود را براه مانده است. در فیدیه رقمی 30 بانک دولتی امانتگذاری امانت بانک در شهر کانی بادام 35 نفر کارمندان فعالیت نموده. همه آنها دارای معلومات عالی بوده و طریق آزمون به کار قبول کرده شدند. از آنها 27 نفر را زنها و 8 نفر را مردها تشکیل می‌دهند. جمعیت سهامی کشاد بانک اسقط از 16 نوامبر سال 1993 همچون بانک تجارتی تأسیس داده شد. حال اول جمعیت سهامی کشاد بانک اسقط سنه 29 نوامبر سال 1994 از بانک ملی تاجیکستان اجازتنامه را برای انجامدهی فعالیت بانکی صاحب شد. این زمان بانک طبق اجازتنامه فعالیت می‌کند. امروز شماره مزاجان قرض بانکی زیاده از 90,000 نفر را تشکیل می‌دهد. از نزد ما و شما کارمندان بانکی بسا هم ارزشمند و بانکی که با فعالیتش علاقه در رشد اقتصادیات مملکت سهم گذاشته است، ایمان اینترنشنال گذاشته ایستاده است. دستاوردهای شایان و نظررس بانک مذکور در رشد اقتصادی مملکت و ساحه بانکداری شهرمان بزرگ و نظررس است. اقدام لایحه نخستین بینظیر قرضهای خرد در تاجیکستان دارنده عنوان برند سال قله شهرت در سال 2013 اندازه‌پالنده بهترین سال دارنده عنوان برند سال و یک چند دستاوردهایی که در فعالیت بانک مذکور است لایق تذکر است. رشد ساحه صنعت در نوبت اول به استحصال نیروی برق وابستگی کلان دارد. شبکه‌های برقی شهر کانی بادام سال 1960 تأسیس داده شده. سال 1926 اولین دستگاه دیزلی در حدود شبکه‌های برقی شهر گذاشته شد که اولین قدم در شهرمان در ساحه انرژتیک محسوب می‌یابد. برقچیان شهرمان در تامین نیروی برق به استحصالات و اهالی سهم بارز دارند.
نموده و یکی از واسطه مهم روزگار تبدیل یافته است. نقلیاتچیان شهرمان در حمل و نقل مسافران و محصولات گوناگون سهم گذاشته ایستادند. در این روند رانندگان مؤسسه های نقلیاتی و مسافران خدمت صافدلانه نموده در رشد و نمای ساحه سهم ارزنده می‌گذارند. صدای خوشترین بر گوش دل سازی وطن اندر دل خود جا کنم عشق سرنازی وطن. کشوری نور و نوا، نور و سرود و نور ساز، کشوری نور آفرین و نور بخش و نور ساز، با متانت با همانند سختی ها متین آفرین ای فرسرشته ملتی بر آفرین. جمعیت دولتی مسئولیتش محدودی سفرکن تاریخی زیاده 90 دارد. در دوام تشکیلیابی این مؤسسه همچون مؤسسه نقلیاتی اتومبیلی رقم 34 شهر کانیوادام و کارگاه متخصصان تشکیلاتچانی زیاده سروری نمودند که چون مد ابراهیم و محمد علی، ددابایف اسمت جان، آتاجانوف عبدالرحمن در رونقیابی مؤسسه حصه بزرگ دارند. شان و شرف با نقلیاتچیان کانیوادام. آسمان نوا دارد، هر تیما صدا دارد، خلق رهنما دارد، صلح ما نوا دارد. ملتی با فرهنگیم هم دل و هم آهنگیم، آمینگین و تاد پاسدار اورنگیم. ملتی با فرهنگیم هم دل و هم آهنگیم، آمینگین و تاد پاسدار اورنگیم. خلق رهنما دارد، صلح ما نوا دارد. انجمن داریم منبری سخن داریم، شکر سالها آزادی شکر این وطن داریم. عرف انجمن داریم منبری سخن داریم، شکر از زیای استقلال عاشقانه پیوستم با ندای استقلال. کوچه و خیابانها پرزی وصف عطر اوست، شعر ما پرافشان شد در هوای استقلال. ملتی با فرهنگیم هم دل و هم آهنگیم، آمینگین و تاج پاسداری اورنگیم. ملتی با فرهنگیم هم دل و هم آهنگیم، آمینگین و تاج پاسداری اورنگیم. خلق رهنما دارد، صلح ما نوا دارد. سازمان نوا دارد، حرف ما صدا دارد، خلق رهنما دارد، صلح ما نوا دارد. خلق رهنما دارد، صلح ما نوا دارد. خلق رهنما دارد، صلح ما نوا دارد. در دل ما صلح و استقلال یاران جا بود. وحدت ما شاهراه زندگی ما بود. همچو خورشید سحر باشد لیوای دوستی، در فضای تاجیکستان جلوه‌گر بالا بود. شان و شرف و استقلال دولتی. اینک از نزد منبر ادامه کارمندان جمعیت دارای مسئولیتش محدود سازمان می‌گذرد. جمعیت دارای مسئولیتش محدود سازمان سال 2004 تأسیس یافته، فعالیت آن و استحصال در و تیره‌های پلاستیکی و دوختن سر و لباس مکتبی نگرانیده شده است.
پاسدار اورنگم خلق رهنما دارد صلح ما نوا دارد در دوام 30 سال استقلال دولتی در شهرمان 100 عدد کارخانه های صنعتی از قبیل میوه کم، سازمان، سیخ‌های دوزندگی ملیکه، یوسف 2020، نیهال، بنیان و به استفاده داده شدند. میوه کم کارگاه است که برای رشد ساحه صنعت شهرمان نقش بارز دارد و سال 2016 با اشتراک پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به استفاده داده شده است. ملتی به فرهنگم هم دل و هم آهنگم وطن گردید احیا تاجیکی ما را مبارک باد. فرح شد جا و دلها تاجیکی ما را مبارک باد. صدای بال استقلال گردون را پدیدتر کرد. وطن شد دست بالا تاجیکی ما را مبارک باد. راهپیمایی ادامه را راهسازان شهرمان ادامه داده ایستادند. راهسازان شهرمان در آبادانی و تعمیر و ترمیم راهها حصه‌ای ارزنده دارند. در این دوره زیاده از 105 کیلومتر تعمیر جاری و 11 کیلومتر راههای داخلی از نوسازی کرده شدند. در 3 سال اخیر زیاده از 36 کیلومتر راهها منفصل کرده شده. در عرفه جشن مؤسسه دولتی نظارت راههای اتومبیلگرد شهرمان به دستاوردهای نمایان صاحب گشتند. شأن و شرف به راهسازان کانی بادام. فرهنگم هم دل و هم آهنگم آمینگین و تاد پاسدار اورنگم ملتی به فرهنگم هم دل و هم آهنگم آمینگین و تاد پاسدار اورنگم خلق رهنما دارد صلح ما نوا دارد منبری سخن دارم شکر سالها آزادی شکر این وطن دارم پر انجمن دارم منبری سخن دارم شکر سالها آزادی شکر این وطن دارم خلق رهنما دارد صلح ما نوا دارد در وضع منبر ادانه همراه ما و شما کارمندان کارخانه آب تأمین کنی شهرمان گذشته ایستادند. با ابتکار و تشبث پیشوای موثق ملت که در سازمان ملل متحد اعلام گردید 10 ساله رشد عملیات آب برای بین المللی پذیرفته شده. کارمندان ساحه آب تأمین کنی شهرمان را برای باز هم با رسالت صادقانه ادا نمودن فعالیتشان مسئول می‌سازد. ما نوا دارد حرف ما صدا دارد زینو روح بزرگی در تن میهن بگشته جا توانا شد توانا تاجیک ما را مبارک باد. زینو تقدیر در گهواره ما پرورد طفله که گردد مرد فردا تاجیک ما را مبارک باد. از نزد منبر ادانه جمعیت سهامی آوازداری به نام انجام قیمت و میگذرند. به از ثنای عالم بهتان است که وحش و طیر را راحت رسان است. جهان را خرمی از دهقان است از او گه زر گاه بوستان است. کشاورزان سربلند جمعیت سهامی به نام انجام قیمت و یکی از پیشقدمان عرصه مهنت در دال و زر می باشند.
امجان قایمت با دست و دل گرم و اراده مستحکم بحر غنی گردانیدن خیرمن طلای سفید کشورمان سهم می نمایم. جماعت دهات پولادان یکی از جماعت‌های کلانترین و سرنوشترین شهر کانیبادام به حساب می‌رود. در حدود جماعت 33 عدد کوچه، 7 عدد دهه، 7 عدد مؤسسه تعلیمی، 6 عدد مرکزهای سلامتی، 6 عدد کتابخانه، 2 عدد خانه مدنیت، 4 عدد بازار، 1 عدد کوپراتیو استحصالی پیروزیکان، سیخ روزنکشی، 2 عدد مسجد جامعه و 5 عدد مسجد 5 وقته و دیگر نقطه های خدمت رسانی فعالیت می‌برد. تاجیکستان زنده بادا روز استقلال تو، خوشدلی و خرمی آید به استقبال تو، خوشدلی آرد به مردم روز بینی کشورم، پاک بادا از مصیبت نامه اعمال تو. اینک به نزد منبر ادانه جماعت دهات فیروزآباد نزدیک می شود. جماعت دهات فیروزآباد سال 1919 تأسیس یافته است. برای سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات مذکور 43 انشاءات‌های جشنی به نقشه گرفته شده تا امروز همه انشاءات‌های به نقشه گرفته شده با صفت بلند معماری ساخته و استفاده داده شد. از فراز قله اقبال ما می‌دود خورشید استقلال ما، از جبین پرنشاط خلق ما می‌تراود نور استقلال ما. جماعت دهات پتر مرکزش دهه پتر مساحت عمومی جماعت 33 مربع را تشکیل می‌دهد. مسافه از مرکز جماعت تا شهر 7 کیلومتر می باشد. جماعت دهات پتر با ناحیه بشریک جمهوری ازبکستان همسرحد بوده از حدود آن ناحیه ماشینگرد کانیبادام طوفان می‌گذرد. در جماعت راه‌های 69 کیلومتر را تشکیل نموده، از آنها 7 کیلومتر راه جمهوریوی می باشد. سینه تشکیلیابی آن سال 1925 جماعت دهات به نام رجب همراباєв سال 1950 تأسیس یافته است. مرکز جماعت دهه کشکک بوده. شماره اهالی 29930 نفر است. از آن 15167 نفر زنها و 14763 نفر مردها می باشند. مقدار خواجگی ها 4900 عدد است. اهل زحمت و باشندگانی جماعت دهات آوازداری رجب همراباєv همه روزه در هر یک جاده دوام 30 سال استقلال دولتی بهر آبادانی محلشان و شهر عزیز سهمی باسزا گذاشتند. شان و شرف و باشندگان و جوانان سعادتمند تاجیک بادام نزدیک می شود. کلکتیو 142 نفره اداره دولتی بهداشت زمین آبیاری شهر کانیبادام فعالیت خود را در اساس آیین‌نامه و کادکس آب جمهوری تاجیکستان به راه
جشن فرخنده 30 سالگی استقلال دولتی کارهای نظررس را به انجام رسانیدند. از جمله آبگیری و تامین آب پالزی به استفاده برندگان از سرچشمه‌های اساسی کانال کلان فرغانه و دریای اسفره تا امروز به مقدار خیلی نظررس و ارزنده آبرسانی با آب پالزی به استفاده برندگان و همچنین دیگر دستاوردهای نظررس دوام 30 سال استقلال دولتی همراه کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر کانیبادان بود. اینک از نزد منبر ایدانه تکنیک‌های ساحه کشاورزی شهر گذشته ایستاده است. در صف پیش تکنیکای نوترین که برای کارکرد بین قطارها استفاده برده می شود قرار دارد. چه خیلی که دیده ایستاده در بالای تکنیک‌های مذکور محصولات کشاورزی و معرض تماشا گذاشته شده است. از اصل آریان فرخندگان آزاد آزادگان از تیرها نگشته بینشان ما تاج شان و شرف و کشاورزان و پختکاران شهر کانیبادان ما تاج کن از اصل آریان فرخندگان آزاد آزادگان از تیرها نگشته بینشان ما تاجور ما نام و ما نشان با مردی دهقان دست پرزورت نبیند درد را مثل تو کم دیده عالم با سخاوت مرد را. تاجیکستان باره از سرزمین آریایی کشور من آسمان است گاهگاهی آفتاب و اختر من دامن تو دامن پاکیزه صبحی اهورایی ما دولت مازاد ما تاجیکان از اصل آریان فرخندگان آزاد آزادگان از تیرها نگشته بینشان ما تاجور ما نام و ما نشان ما پرهنر ما دست بابا ما قله ها ما کوهی استوار بالاترین از دار و از منار از نسل خویش داریم افتخار و نزد منبر ایدانه اهل زحمت و باشندگان جماعت دهات کهندیار نزدیک شده ایستادند. جماعت مذکور یکی از جماعت‌های پیشرفته می باشد که با اهل زحمت و باشندگان مهنت قرینش در رشد تمام ساحه خواجگی خلق شهرمان نقش بارز دارد. مکتب و کودکستان ها، اداره های با نفوذ دولتی، ساحه کشاورزی جماعت دهات کهندیار واقعا هم در 30 سال دوران استقلال با استحصال محصولات های برای حیات مردم مفید سهمی سزاوار دارد. باشد صدای خوشترین بر گوش دلسوزی وطن اندر دل خود جا کنم عشق سحرنازی وطن گاه به سودا می برد گنجی وطن را زمره با نرخ جانم می خرم سنگ پر جوزی وطن از اصل آریان فرخندگان آزاد آزادگان از تیرها نگشته بینشان ما تاجور ما نام و ما نشان با هم قرین انبار هر زمان. تاجیکستان ای همیشه چون بهارستان جاویدان بادا بهاری سبز باغی تو کاش که هرگز نبینم درد و داغی تو
چشمه غزل ما تاجیکان ما قوم بی‌مثل پر همتیم ما شعر و صنعتیم ما دولتیم ما زار ما تاجیکان از نسل آریان فرخندگان آزاد زادگان شان و شرف و تاجیکستانی صاحب استقلال تاجور ما نام و ما نشان ما پرهنر ما دستی بابان ما قله ها ما کوهی استوار بالاترین از دار و از منار از نسل خویش داریم افتخار از بحر ما میراث ننگ و آب ما آریای ما بازداری سود ما شمس وحدت سود اینک به نزد منبر ادامه اهل مهنت جماعت دهاتی به نام لاهوتی نزدیک می شوند. جماعت دهاتی لاهوتی سال 1919 تأسیس یافته است. در جماعت رشد ساحه باغداری تا پروری به راه مانده شده است. اینچنین 6 گرمخانه های زمانوی در خواجگی دهقانی بهارستان ساخته مورد عمل قرار دارد. که پایانش نمیبینم وطنداری است وطنداری چو پیمان خواه نور بادا تو را پیمان شادی چو دوران ساز این سازنده دورانت مبارک باد مبارک باد تاجت بر سر زیبنده تاجت و صاحب تاج دولت تاجیکستانت مبارک باد همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداری است پاینده باد وحدت و استقلالیت تاجیکستان رهی آسان شدید مشکلی خود را همه رهی آسان شدید مشکلی خود را همه همان مشکلی که آسانش نمیبینم چشمه مهرت چشمه اقبال باد نور بختت جاویدانه خوشبر و خوشبال باد روزهای تو مبارک عیدهای تو سعید هر دم و هر روز عمرت جشن استقلال باد دستاوردهای 30 سال استقلال از جانب باشندگان جماعت دهات پتر این لحظه ها در این پرد ایدانه پیشکش ما و شما می گردد باشندگان جماعت دهات پتر از دستاوردهای شایان دوران استقلال بسا افتخارمندم شان و شرف و سعادتمندان شهر باستان در طول 30 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان چون دیگر ساحه‌های خلق در فعالیت کمیته‌های محل نیز رویدادهای مهم خیلی زیاد است. در حدود شهر کنیبادام 35 کمیته‌های محل کار و فعالیت برده آنها برای پیشرفت تمام ساحه‌های خواجگی خلق سهم ارزنده دارند. اگر فکری وطن در سر نباشد سر چی کار آید دل خواهی از نزد منبر ایدانه سابقه داران و جنگاوران بین الملل گذاشته استادند و همه شما شان و شرف میگوید سهم سابقه داران جنگاوران بین الملل در تربیه نسل نورس و در روحیه وطن دوستی و افتخار ملی تربیه نمودن نسل‌های آینده ساز
ناز ملت بسا بزرگ و نظر رس است. تربیه انسانی سالم و جسمن و روحن قوی از زمانهای قدیم برای خلق تاجیک چون عنعنه نیک و سنت‌های نجیب حسابیده شده، میان نیاگانمان ده‌ها نمود ورزش و بازی‌های گوناگون ملی خیلی معمول بودند. امروزها نیز از جانب دولت و حکومت جمهوری در برابر دیگر ساحه‌های اجتماعیات و ورزش و رشد آن توجه مخصوص ظاهر گردیده. در دوام سالهای اخیر در این سمت مهم حیات جامعه پیشرفت و دگرگونی‌های جدی به نظر می‌رسد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نیز گسترش و عمومی نمودن ورزش را یکی از سمت‌های اساسی فعالیت خود حسابیده. بهر رشد و نموی آن از تمام امکانیت‌ها ثمرناک استفاده می‌نماید. عین حال در شهر دو ورزشگاه، یک مؤسسه دولتی مکتب ورزشی و یک عدد مؤسسه دولتی مکتب مخصوص ورزشی عاید به فوتبال عمل نموده در سمت رشد و انکشاف تربیت جسمانی نورسان و جوانان شهر سهم ارزنده دارد. باید ذکر نمود که در حیات مکتب ورزشی از روی 11 نمود ورزش از جمله گشتین طرز آزاد، سامبو، بوکس، یوزدو، کراته دو، بسکتبال، والیبال، فوتبال، ششکه و شاهمات، همچنین چوگان بازی و توپ دستی منتظم مشق و تمرین بر راه مانده شده است. نسل تازه ملت هر یک وطندار است. جان نثار استقلال، جان فشان استقلال، تا ابد چراغان باد، تا ابد درخشان باد. این دیار آزادی، ارمغان استقلال. شان و شرف و جوانان تاجیکستان. امروزها در سکسیه های ورزشی 19 نفر مربیان صاحب استقلال فعالیت منتظم دارند که از نازوتی های کسب خویش مشق میکنند. از آنها 5 نفرشان استاد ورزش جمهوری تاجیکستان و 14 نفرشان نامزد به استاد ورزش جمهوری تاجیکستان می باشند و در تربیه و تکامل جسمانی 536 نفر نورسان و جوانان شهر کوشش و تلاش دارند. باعث قناعتمندی است که تربیت گردیدن مکتب مذکور طول سالهای آخر به دستاوردهای نظررس در سطح بین المللی و جمهوریوی نایل گردیده تا به درجه قهرمانهای جهان خطه آسیا و جمهوری تاجیکستان رسیدند و تنها در سال سپری شده 2021 دستپروران مکتب ورزشی جمع در همه مسابقه ها صاحب 117 مدال ها گردیدند که از آن 37 عدد افتخارنامه ها بلند مهنتی و گیرندگان مدال طلا در المپیاده های جمهوریوی و بین المللی می باشند. شان و شرف و ورزشگران شهر کانیبادام. حالا به نزد منبر ادانه و عارفجان شهر نزدیک شده ایستادند. مؤسسه‌های تعلیمی شهر کانیبادام فعالیت خود را در اساس دستور و نشاندادهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به راه مانده برای عملی نمودن مقصد و مرام حکومت کشور از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌برند. امروز مؤسسه‌های تعلیمی شهر کانیبادام فعالیت خود را در اساس
برنامه‌های ساحه پیش میبرند. در سال تحصیلی 2020-2021 در شهر کانیبادام در 55 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 35458 نفر خوانندگان در 1475 عدد صنف فرا گرفته شده بودند. در آغاز سال تحصیلی 2020-2021 در مؤسسه های تعلیمی شهر 2471 نفر آموزگاران از جمله 2154 نفر زنان به کار تعلیم و تربیه مشغول گردیدند. شان و شرف به آموزگاران و معارفچیان شهر کانیبادام. اشتراک خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی در آزمون‌های فروغ صبح دانایی و علم فروغ معرفت که از طرف پیشوای معظم ملت برای اهل جامعه پیشنهاد شده بود نظررس میباشد. در دور شهری آزمون فروغ صبح دانایی 233 نفر خوانندگان و نمایندگان کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند. جنبست دور شهری نشان می‌دهد که اکثریت خوانندگان با تیاری پخته و مسئولیت شناسی و آزمون‌های نامورده حاضر گردیدند. ناظران نورسی را حضور دارند. میکنم شکرانه از صبح و صبح، میکنم شکرانه از بخت و نشان. تاجیکستان آخرین مأوای فرهنگ نیاگان
فردوسی، هسته تو هسته پر افتخاری آل سامان است. جشن وحدت هموطن فرخنده باد، صلح ملت تا ابد پاینده باد. پرچمی ما دایما باد و بلند، تاجیکستان زنده باد و زنده باد. پیشوایی ملتی پرشانی باد، سوی فردا اختری آبانی ما میبرد تا قله‌ای بخت و مراد، هم دل و هم جان و هم ایمانی ما. جشن وحدت هموطن فرخنده باد، صلح ملت تا ابد پاینده باد. و نزد منبر ادامه اختراکاران نورس شعبه معارف شهر کانیبادام نزدیک می شوند. این نورسان هوشمند با کشفیات خود با اختراع نمودن تکنیک‌های معاصر و زمانوی در یک چند آزمون‌های جمهوریوی و بیرون از آن اشتراک کردند و سزاوار جایهای نمونوی و افتخارمند شدند. شأن و شرف و نورسان اختراکار شهر کانیبادام. ای معلم، شخص صاحب احترام، نیک سرشت و نیک نیت، نیک نام، از تو آموختم سبق در زندگی، از تو منتدار هستیم ما مدام. شأن و شرف و تربیت گیرندگان و همچنین خوانندگان، شأن و شرف و آموزگارانی که تربیه فرزندان را بر دوش دارند، شأن و شرف و آموزگاران تربیتگر، شأن و شرف و نسل آینده ساز ملت. تا خطی من با خطی تو جور شد، ای معلم چشمی تو کم شد. راست کردی کشمکش های ختم تا نویسم راست تاریخی وطن. امسال عشق زیباست، مجنون به فکر لیلاست، دلها پر از تمناست از اتحاد تو. ما وطن، ما همه یک جان و تنیم. وطنم من، وطنی تو، همه ما وطنیم. ای بارگاه قدرت، شرف و استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. رحمت از اتحاد تاجیک. امسال سال خورم، این سال میبرد من در حیرت از سالم از اتحاد تاجیک. در مؤسسه مذکور 60 عدد کامپیوترها، 2 عدد نوتبوک، 8 عدد پرینتر، 2 عدد پروژکتور و تجهیزات زمانوی معاصر موجود می باشد. لیسه دارای کتابخانه زمانوی بوده، به شبکه اینترنت پیوست و کتابخانه الکترونی موجود می باشد.
است ای دلبری نازنین قدر است زیبنده تو را لباس عطر است جانانه من فقط توی بس چشمک زده من به سوی هر کس جانانه من فقط توی بس چشمک زده من به سوی هر کس مردم به جمال تو گرنگ است احوال اسیر عشق تنگ است من داده زی دست اختیارم احوال اسیر عشق تنگ است من داده زی دست اختیارم اینک دانشجویان و آموزگاران مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری به نام میرزا ترسونزاده شهر کانیبادام به نزد منبر نزدیک می شوند. مؤسسه طبق اجازتنامه از روی اختصاص‌های تاریخ، زبان و ادبیات تاجیک، متماتیکا، زبان و ادبیات روس، زبان انگلیسی، تحصیلات ابتدایی، تحصیلات تا مکتبی، متماتیکا، انفرماتیکا، تربیه جسمانی و بیولوژی متخصصان بلند اختصاص آماده می‌کند. کالج در بنای حاضر زمان عبارت از 3 بنای دو آشیانه و طلبات امروزه جوابگو جایگیر گردیده است. برای پیشبرد فعالیت تعلیم شرایط‌های مادی و تکنیکی، تعلیمی و آزمایشی فراهم آورده شدند که برای گذرانیدن مشغولیت‌های نظریوی 31 صنفخانه تعلیمی با گوشه و لوحه‌ها و واسطه‌های تکنیکی معاصر جهازانیده شدند. در مؤسسه یک فاکولته آموزگاری، 3 کاتدرا از جمله کاتدرای تحصیلات ابتدایی، کاتدرای زبان‌ها، کاتدرای پداگوژیکا و پسیکولوژی و کاتدرای علوم تخصصی عمل می‌نماید. کالج با کادرهای آموزگاری پررای تامین بوده 65 نفر استادان و دانشجویان درس می‌گویند. از آنها 4 نفر نامزدان علم پداگوژی و تکنیکی، 16 نفر اعلانشان معارف و علم جمهوری تاجیکستان، 6 نفر آموزگاران عنوانجو بوده در عرفه حمایه رسالت نامزدی قرار دارند. ماموریت مؤسسه بهر زیاد نمودن صف نامزدان علم و دکتران علم چاره‌های مشخص اندیشیده برای ادامه تحصیل در ماجستراتورا، اسپیرانتورا و دکترانتورا و آموزگاران امکانیت فراهم می‌آورد. از نسل خویش داریم افتخار از بهر ما میراث رنگ و آب. در مؤسسه دولتی کالج آموزگاری شهر کانیبادام آموزگاران صاحب تجربه رعنا جورایوا، رفاعت انعامی، محبت خان میرشایوا، عبدالفتاح عبدالرشیدوف، فتحی جان توجیبایوا، مولوده خان عبداللهیوا، رحیم جان نیازمتوف، لطفی جان جورایوا، زیبا خان نگمتووا، سوری خان ترسونووا، مرحبا خان رسولووا، سعادت خان غنیووا، اکبر جان کریموف، بحری جان عارفووا، معظم خان بهرامووا، فرخ جان محمدوف، دلنازه شرف جان زاده، زلفیه خان حاجیبایووا، حکیم جان زاکیروف و ده‌های دیگر آموزگاران پرتجربه فعالیت میبرند. روح و جان ماست استقلال ما، فیض خانی ماست استقلال ما،
سرزمین بخت ما هم پرزیاست، نیک فال ماست استقلال ما. شان و شرف و جوانان سعادتمند تاجیکستان. شکرانه باید کرد. در کالج مذکور اسیستاب دختران مؤسسه انسامبل رقصی به نام لطفی زاهدووا با راهبری صنوبر عالم و تأسیس داده شده است که در همه چاره‌بینی‌های فرهنگی فعالانه اشتراک می‌نمایند. از عشق خدا داده از دل آرمانم تاجیکستانم. یارم آسمانم تاجیکستانم. حیاتی من میدم آرمانم تاجیکستانم. سی شیری رودکی و نظم ترسون زاده میفخرم. زی آزادی روحی مردمی آزاده میفخرم. بلندیت بود از سر بلندی های فرزندان. بطاری پوستارانت قدم میخوانده میفخرم. بلندیت بود از سر بلندی های فرزندان. بطاری پوستارانت قدم میخوانده میفخرم.
سال آبادی، هر جا همایون باد 30 سال آزادی. هموطنان عزیز، در همین جا راهپیمایی آسایشته ایدانه و استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به انجام میرسد. جشن وطن مبارک باد. 30 سالگی استقلالیت مبارک هموطنان عزیز.